در خدمت شما عزیزان هستیم. در مورد امروز میخوایم در مورد تهیه دارو توی امریکا یکم صحبت کنیم، یکم اطلاعات پیدا کنیم، چون خیلی از شما عزیزان به من ایمیل دادید و توی پیغاماتون نوشتید که ما از ایران اومدیم نمیدونیم چجوری دارو تهیه کنیم، وقتی دکتر میریم اینجا پیپر ورک زیاد داره، رسالات زیادی میکنن. امروز من یه جایی پیدا کردم خوشبختانه که یه داروخونه ایرانیه که صاحبش یه آقای ایرانی به اسم آقای وثوقی معذرت میخوام هستن و خدمات فقط برای ایرانیان میدن. یعنی تلفن خط مستقیم دارن که کسی که اگر مشکل زبان داره میتونه زنگ بزنه و داروشو اوردر بده و یا حتی سوالی اگر داره با کمال خونسردی جواب میدن. آقای وثوقی میشه یکم در مورد داروخونه‌تون توضیح بدید و بگید که چیکارا میکنید برای مردم ایرانی؟ اولا خدمت هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که فرمودید داروخانه ما داروخانه سرویس کامل واسه دارویی هستش، واسه هموطنان عزیز. همشون میتونن با شماره تلفن مخصوصی که ما تهیه کردیم واسهشون 281 440 218 تماس بگیرن و ما تمام کارهای دارویشون رو انجام میدیم. البته میدونم در امریکا خیلی مشکل دارو گرفتن، باید شما نسخه رو ببرین تو داروخانه بعد معطل بشین منتظر بشین. کاری که ما میکنیم خیلی راحته، شما فقط به دکترتون لطف کنید بهشون بگین که نسخه رو بفرستن به ما اونجا دیگه تمام کارا رو خودمون انجام میدیم، باهاتون تماس میگیریم، بعد اون وقت تحویل دارو با شما رایگان هستش. اگر شما در تگزاس هستین ما میتونیم اینا رو یا از طریق خودمون بهتون تحویل بدیم یا اینکه از طریق پستی، و احیانا شما اگر در ایالت دیگه هستین ما از طریق پستی بهتون تحویل میدیم. اون وقت ما تمام بیشتر بیمه ها رو قبول میکنیم و اونم واسه هموطنانی که بیمه ندارن با قیمت مناسب، حتی قیمتمون از داروخونه‌های بزرگ امریکا کمتر خواهد، چون این در اصل پالیسی ما هستش، بهتون تحویل میدیم. یکی از کاری هم که میکنیم اینه که باتون مشاورت میکنیم در مورد دارو، همیشه بهتون میگیم ساید افکتشو چجوری هستش چجوری نیستش، به خاطر اینکه به این صورت تمام مشکلاتی که داره اینا ما حتما باتون در اون زمینه صحبت میکنیم در مورد دارو. پس خدا رو شکر خدماتشون رایگانه، ما همیشه میگردیم دنبال جایی که خدمات رایگان بدن و خوبی این داروخونه اینه که فارسی صحبت میکنه. یعنی واقعا توی انگلیسی وقتی انگلیسی اونایی که مثل من مسلط نیستن به انگلیسی کاملا، امکان داره معنی کلمات فرق کنه و اون چیزی که میخوایم و نرسونیم اون معنی. تلفن مستقیم برای ایرانیان عزیز داره به وقت هیوستون. از ساعت چند تا چند هستش؟ ما از ساعت 9 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه بازیم، بعد شنبه ها هم از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر باز هستیم. اوکی. پس به وقت هیوستون حتما یادتون نره، چون یه موقع نیویورک شما زندگی میکنه زنگ میزنه اینجا نصف شبه، به اون زمان لطفا تماس بگیرید، خدمات بهتون میدن، دارو رو میگه تقریبا همه اینشورنس و بیمه ها رو قبول میکنید و دارو اینجور که آقای وثوقی به من گفتن دارو رو اگر در هیوستون باشی ظرف چند ساعت جلوی در خونه شماست. یعنی شما اصلا احتیاج نیست از خونه بیای بیرون، فقط کافیه که اسم سینا فارمسی رو به دکترتون بگی که داروی منو لطفاً اونجا بفرست و کاراش انجام بدن. دارو میاد خونه خودتون اگر در هیوستون هستید. همون چند ساعت بعدش اگر بیرون هیوستون هستید، منطقه هیوستون هستید، براتون پست میشه ظرف 1 روز. اگر باز بیرون تگزاس هستید، یعنی یه ایالت دیگه هستید، ظرف نهایتاً 2 روز داروی شما جلوی در خونه شما هستش که اگر یه موقع دارویی باشه که خیلی مثلا ضروری باشه میتونید با پست سفارشی اونو میتونیم با پست سفارشی واسهتون تحویل بدیم. اگر کسی که بیمه نداره، گفتیم که مثلا بیمه نداره ولی خب دارو اینجا خیلی گرونه، واقعا سرسام‌آور گرونه دارو. اگر کسی که بیمه نداره و میخواد دارو رو مناسب بگیره، شما گفتید یه پالیسی دارید که خیلی ارزونتر از جاهای دیگه، بعد مطمئن باشید یک بار زنگ بزنید جوابتون رو خواهید گرفت. حتی داروی هستش که مثلا گیر نمیارید میتونید به دکترتون اونجا بگید
براتون آقای وثوقی یعنی داروخونه سینا تهیه کنه. اپلیکیشن چیزی هم دارید؟ اپلیکیشن داریم، ولی خب میخوام یه چیز اضافه کنم در مورد قیمت هامون و بیمه ها. حتی همونطوری که میدونید خصوصا امسال اونایی که بیمه دارن کوپی هاشون خیلی بالاست، به خاطر این تمام بیمه ها البته کوپی هاشون رو بردن بالا و خیلی از دوران هم حتی کاور نمیکنن. کاری که ما اینجا میکنیم اینه که حتی اگه کوپیتون بالا باشه ما دنبال ریبیت میگردیم، این بعد با قیمت پایینتر از داروخونه دیگه انجام میشه. بعد اونایی هم که بیمه ندارن، همونطور که شما فرمودین، اونایی که بیمه ندارن اولا که قیمت تمام داروخونه دیگر ما از طریق سیستم ما یه خوبی که داره سیستم داریم که به ما میگه مثلا داروخونه دیگه قیمتشون چنده، حتی پالیسی ما اینه که قیمت ما از اونها پایینتر باشه. و اگر مثلا قیمت دارو بود $18 مثلا CVS، ما قیمتمون میشه چی $15 یا $14، چون این پالیسی ماست. بس این هم خدماتیه که به ایرانی عزیز میدیم. و در مورد اپلیکیشن گفتید اپلیکیشن هم دارید؟ بله، اپلیکیشن هم داریم. البته اپلیکیشن معمولا تو قسمت دارویی فقط واسه ریفیل هست، یعنی که دوباره پر کنین داروهاتون. بعد اونم هستشون خیلی راحته. اون اپلیکیشن اسمش از RX2Go، خیلی سریع میتونه دانلود بکنیم. بعد میتونین مثلا نسخه رو حتی اسکن بکنین یا اینکه پروفایل خودتون رو ببینین، بعد تقاضای ریفیل بکنین. در صورت هر مشکلی هم داشتین، سوالی داشتین، میتونین با ما تماس بگیرین، ما قشنگ واسهتون توضیح میدیم. مطمئنم که خیلی سوال زیاد من شماره تلفن رو حتما توی ویدیو میذارم، توی چند جا میذارم، آخر ویدیو هم آدرس هم شماره تلفن هم اسم داروخونه رو براتون میذارم، اسم این اپلیکیشن هم براتون میذارم. اگر اونایی که علاقه‌مند به اپلیکیشن معمولا هستن استفاده میکنن میتونن این کارم بکنن. خیلی ممنون آقای وثوقی. ما چند تا سوال دیگه داریم از آقای شکرانه هم میپرسیم که این سوالا رو در مورد کسانی که از ایران میان اینجا و یک سری داروهایی دارن مثلا داروی چربی خون، فشار خون، قند هستش، اینا رو از آقای شکرانه میریم همین الان صداشون میکنیم اینجا میپرسیم ازشون تا به شما جواب بدن. اگر هر سوالی داشتید لطفا خواهش می‌کنم تو وبسایت ما بنویسید، ایمیل بدید یا زنگ بزنید به آقای وثوقی، بهتون حتما جواب میدن. با خودمون هم حتما جواب میدیم. توی فیسبوک ما اگر این ویدیو رو توی فیسبوک یا یوتیوب می‌بینید زیرش کامنت ها بازه، میتونید کامنت بذارید سوالتون بکنید. فرصتی بشه برای سری بعدم میایم و سوالای شما رو طرح می‌کنیم و ازشون سوال می‌کنیم. بس فعلا خدا حافظ. برای چند دقیقه دوباره سلام عزیزان. این دفعه تو همون داروخونه سینا هستیم پیش آقای شکرانه، اما الان من میخوام سوالای رو بکنم، یعنی چند تا سوالی که شما از من کردید فکر میکنم سوالای خیلی مهمه. کسانی که از ایران میان اینجا یا خانوادهشون میان از ایران و یه بیماری خاصی دارن مثل چربی خون، مثل قند، فشار خون دارن که مجبورن این داروها رو همیشه مصرف کنن، همیشه همراه خودشون داشته باشن و وقتی میان اینجا یه موقع تموم میشه دارو یا گم میکنن دیگه نمیدونن چی کار باید کنن. در خدمت آقای شکرانه هستیم، ایشون مسئول این داروخونه هستن و میتونن به شما خیلی خوب کمک کنن، راهنمایی کنن و بگن که چی کار میکنن. این داروخونه ایرانی، بازم دارم میگم داروخونه‌ای که خدماتش برای ایرانی هست، تلفنش ایرانیه، میتونید زنگ بزنید فارسی صحبت کنید و خدمات بگیرید. حالا آقای شکرانه میشه توضیح بدید در مورد 100% اول سلام میکنم خدمت دوستان و خانواده عزیز ایرانی توستون. ما اول که تشکر کنم از آقای شهرامخان که این موقعیت به ما داده که ما بتونیم این پیغاممون رو به دوستان عزیز، هموطنان عزیز ایرانی برسونیم. سوال آقای شهرام که سوال خیلی خوب بود. شما که اگه از ایران اومدین یا مثلا یه نسخه‌های قبلا از ایران داشتین، البته اون نسخه‌هایی که تو ایران که معتبر نیستن تو آمریکا به خاطر قوانینایی که دارن، ما یه شاید مثلا نسخه‌هایی که بود برای مثلا چربی خون یا برای فشار خون یا برای مثلا قند، ما مطبعی اینجا داریم که آشنامونه و باشون کار میکنیم از تو فارمسی که میتونیم این به قول معروف شما رو معرفی کنیم اونجا که
از شما مواظبت کنند و فیشون هم خیلی پایین خوبه. بعضی کلینیک هم هستن که ایرانی هستن، ما خودشون باشون کار میکنیم که میتونن خیلی کمک کنن توی این برنامه و بهترین چیزی که خوبی هست توی این برنامه ما توی این داروخانه که ما فارسی صحبت میکنیم با عزیزان که کسایی که نمیتونن مثلا انگلیسی صحبت کنن هیچ مسئله نیست. با خطای مخصوصی داریم برای ایرانیان هموطنان عزیز که میتونن مثلا وقتی زنگ میزنن به فرم شماره اصلی داروخانه ما و اون شماره بهشون میدیم که مثلا مستقیما با خودمون صحبت کنن که میتونن هر سوالی داشتن هر برنامه بود. ما فقط سعیمون است که کمک بکنیم به هموطنان عزیز ایرانی همهشون، به خصوص هموطنانی که مثلا از ایران اومدن انگلیسی نمیتونن وارد نیستن اینا یا سن بالا هست، خیلی کمک ها میتونیم بکنیم. خیلی برنامه‌ای داریم که میتونم واقعا از منفعتش استفاده کنن، چون اگه بریم مثلا داروخانه‌های معمولی که مثلا تو زنجیریه که خودم 20 سال کار کردم توش، اون منفعت بهشون نمیدن، اون کمک رو نمیکنن بهشون متاسفانه. ولی خب ما الگومون چیز دیگه است، کمک به مریضا، به خصوص شما عزیزان ایرانیان. این بس کسی که از ایران میاد نسخه دکتر پزشک ایرانی رو داره، بس توی امریکا عزیزان توی امریکا قبول نمیکنن طبق قوانین خودشون مال دکتری که از ایران میاد. چون من یادمه چند نفر میگفتن من دکتر برام دارو نوشته میتونید از فرودگاه رد کنید ولی نمیتونید اون نسخه رو بیارید توی داروخونه بگید من این دارو میخوام، به شما نمیدن. شما حتما باید اینجا اول پزشک شما رو معاینه کنه و بعد به شما نسخه بده که بگی که شما این دارو رو الان احتیاج داری باید بری بگیری. خب مثلا من مادر خانمم میخواد بیادش اینجا، ایشون بیماری قند داره. خب میایم اینجا فکر میکنیم که مثلا اگر اومدن اینجا برای 6 ماه، خب 6 ماه نمیتونن کلی انسولین و دارو بیارن دیگه، ولی خب اینجا مسلما نیاز دارن. پس شما عزیزان میتونید تماس بگیرید. آقای شکرانه 25 سال منیجر داروخونه بودن و سابقه خیلی خوبی دارن و این عزیزان سعی کردن، چون خیلی از ایرانی‌ها مشکل داشتن اینجا توی هیوستون و تگزاس، سعی کردن یه خط فارسی گذاشتن که شما زنگ بزنید، حالا چه دارو سفارش بدن چه ندن، میتونید زنگ بزنید سوال کنید ازشون و جواب شما رو بدن و بتونن خوب کمکتون کنن و احتیاج نیست از خونه بیایید بیرون. فقط کافیه زنگ بزنید یا داروخونه سینا فارماسی رو به دکترتون بدید، اونا دیگه خودشون همه کارا رو میکنن. چه بیمه داشته باشید کار پیپر ورک انجام میدن، چه اگر نداشته باشید براتون تخفیف‌های خیلی خوبی میگیرن که مطمئن باشید بعد میتونید نگاه کنید قیمتا رو ببینید با جاهای دیگه که چقدر هستش. آقای شکرانه خیلی ممنون. ما این ویدیو رو میذاریم ولی هر کسی سوال داشت خود آقای شکرانه زیر کامنت ها میاد براتون توضیح میده به فارسی و شماره تلفنشون رو من توی ویدیو میذارم و خودشون دوباره اون پایین میذارن جوابتون رو میدن. اگر تونستید سعی کنید تماس بگیرید، تماس تلفنی بگیرید به وقت هیوستون. اگر نتونستید تماس بگیرید اون میتونید سریع زیر کامنت بنویسید و جواب شما رو میدن. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. ما تمام سعیمون رو میکنیم که عزیزانی که مشکل دارن در امریکا و کسانی هستن که مشکل گشا هستن مثل آقای شکرانه، یعنی کمک میکنن به ایرانی‌ها، یعنی هدفشون فقط بیزینس نیست. حالا بیزینس یک طرف ولی یه طرف هم دوست دارن که کمک کنن به عزیزانی که میان اینجا و مشکل دارن، یعنی نمیتون واقعا انگلیسی براشون سخته یا داروخونه رفتن سخته، کسانی هستن سن زیادی دارن نمیتونن رانندگی کنن، باید به دوستشون بگن یا تاکسی بگیرن یا خانواده رو. اینجا هم که هر کسی سر وقتی میره سر کار دیگه نمیتونه از کارش بیادش بیرون وقت بذاره. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید و سوالاتون رو بکنید. ما سعی میکنیم ویدیو دوم هم بسازیم و جواب سوالای شما رو بدیم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون. خداحافظ شما.